چرا تا هنوز نامده؟ وقت محکمه را نمیفهمید؟ چند دقیقه بعد میایم. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псариаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. تشویش نکن. وام میخوای جدا شوم میفهمی؟ مصطفی یلماز و خانم یلماز. بیا استاد مریض داخل آورده میتونم؟ البته که آورده میتونی. بفرمایین. روز بخیر دکتر صاحب. روز بخیر. بفرمایین. کدام شکایت دارین یا به خاطر معاینه عمومی آمدین خانم؟ نه خیر، ما 4 ماه میشه که حامل هستم. نام خدا. پس اونجا برین شما را من معاینه میکنم. مادر بگو جانم. علی چرا تا هنوز نامده؟ نمیفهمم. چند دقیقه بعد میایه. تو در قصهش نباش. آزاد میشه ولی زنگ بزنی کجا هست؟ نوبت ما رسیده. زنگ زدم اما تلفن خود جواب نمیده. چرا؟ نیک از طلاق دادن منصرف شده. چطور فکرش نکردم؟ ای بار چی کردی دوران؟ باز علی را فرار داده کجا پنهان کردی؟ متوجه باش معلم. من حتی نمیفهمم که علی کجاست. انشالله. امیدوار هستم که در این کار ای بار تو دست نداشته باشی دوران. بیا ملکه بیا. او خبر نداره. علی میایه انشالله. بفرمایید نوجین مادر. نه خیر نمیخوایم فاطمه. تا وقتی که خبر محکمه نیایه خوردن و نوشیدن بر من حرام است. دوران همونجاست، شما تشویش نکنین مادر جان. تا هنوز کدام کار را انجام نداده که وعده کرده باشه. بسیار خوش آمدین خانم لیلا. نوجین مادر، امروز بسیار یک روز مهم است. وقت دوران در محکمه است. ما خواستم در کنارتان باشم. کار خوبی کردی دخترم. زنده باشی. نام خدا، تو و طفلت کاملا صحتمند هستین. حتما زیاد متوجه خود بودی. از برکت مادرم بسیار متوجهم است. اجازه نمیده که کار کنم. بسیار خوب است. در اصل دکترم از استانبول است، اما وقتی اینجا آمده مادرم اصرار کرد که باید معاینه کنم.
زیاد به تشویشم است. اجازه نمیده که در آب گرم و سرد دست بزنم. به خاطر که صاحب قسم یک مادر هستی باید زیاد شکر کنی. بفرمایین. تشکر میکنم. به سلامتی تولد خواد شد. مادر جان، ما و طفلم بسیار خوب هستیم، خدا را شکر. دکتر خانم هم قسم گفت. خوب است خدا را شکر. بیا دخترم بریم. بعضی کار هست که باید انجام بدیم. مادر نه خیر، نمیایه به خاطر که حتما کار کرده. ملکه میگم ما کار نکردیم. در ضمن شاید علی از طلاق دادن منصرف شده. بیبی آرام باش. مادر، اگه واقعا از طلاق دادن منصرف شده باشه باز کار امکان نداره. مادر، با آخرین باره که علی امرای شما گپ زد براتان چیزی گفت؟ نه خیر، ما در این باره هیچ گپ نزدیم. علی کرمان و زهرا کرمان. زوجی که به خاطر جدا شدن از هم به دادگاه عرض کردن، علی کرمان و زهرا کرمان. علی کرمان تا هنوز نامده قاضی صاحب. اگر یکی از طرفین حاضر نباشه مجبور هستیم جلسه را به تعویق بندازیم. قاضی صاحب لطفاً بیازوی یک پیوند جبری رسم رواج است. بازم به خاطر که شوهر شیر طلاق نده علی را فرار داده اختطاف کردن، به خاطر که قبلا هم کار انجام داده بودن. دروغ از قاضی صاحب، تهمت هست. علی را هیچ ندیدیم، نمیفهمم که کجا است. مادر، لطفاً برای تنها نمونه. میگه علی منصرف شده ها، منصرف شده که طلاق بده. من نمیخوایم دوباره به او قصر برم. درست است قاضی صاحب، لطفاً در یه اوراق امضای علی هم درج است. بیازو او آدم میخواه که طلاق بده، وکیل ما شاهد است. بدون او آدم تصمیم گرفتن نمیتونین قاضی صاحب. خانم ملکه راست میگه، علی بیادرم است. دیروز امرایش ملاقات کردم و میخواد طلاق بده. درست است قاضی صاحب، از اینکه علی نامد پس حتما از طلاق منصرف شده، به خاطر که با زودی پدر خود شد.
نمیتونیم بیشتر از این منتظر بوده شاهد گفتگوهای شما باشیم. از اینکه علی کرمان نامده جلسه را تا تاریخ بعد با تعویق مندازیم. مادر لطفا مرا تنها نمانه. لطفا یک کار کنه. قاضی صاحب لطفا این کار نکنید. دخترم به او خانه رفته نمیدانه. بالایی بسیار ظلم است. لطفا آزاد لطفا یک کار کو. اگر این جلسه به تعویق میفته. از اینکه با وجود اطلاع داشتن یکی از طرفین علی کرمان به جلسه حاضر نشدن. قاضی صاحب علی آمد. ادامه داده میتونیم قاضی صاحب. با درخواست رسمی از دادگاه خواستین که میخواین از همدیگه جدا شوین. زهرا کرمان بدون کدام فشار و تهدید کسی میخوایی از شوهر خود که 1 سال خانمش بودی حال جدا شوی؟ بله میخوایم. و تو با وجودی که از اول با این پیوند راضی نبودی میخوایی از خانم خود زهرا کرمان جدا شوی؟ میخوایی پیوند ختم کنی؟ منتظر جواب هستیم. اینو کو خامسای قاتل بیادر ما پیدا کن. او را به دستای خود از بین میبرم. خون بیادر ما در زمین نمیماند. چی میکردی علی؟ چاقو را پاک کرده دور منداختیش. اگه دور بندازیش چی میشه؟ بیادر فاروق هر روز طرف دهانم سیل میکنه. میگه نام قاتل برم بگو. یک کلمات را از بین میبره. زندگی تو دراک زبانم هست. تو قصدن این کار انجام ندادی. میخواستی این کار شود؟ علی میمارم همون همه مارم که تو زندانی شدی. تو را مثل پدرت عزیز دادن نمیتونم. آزاد چی شده؟ علی کرمان برای آخرین بار میپرسم میخوایی از خانمت زهرا جدا شوی؟ نه خیر. نه خیر قاضی صاحب، نمیخوایم. ما خانم خود دوست دارم. در ضمن ما صاحب طفل میشیم. او طفل نباید بی پدر باشه. نمیخوایم طلاقش بده. علی! آزاد
آزاد بان که بر ازش فشار نیار. علی چرا به قاضی نگفتی که زهرا را طلاق میدی؟ ما ها گفته بودم بالاخره آقالیان برای آمد. طلاق میتم گفته اردقه زد میکرد. دوران او را برا آورد. گفت تو تشویش نکن، با ما با ما کل چیز به خوبی حل می سازم. دا آخر با وعده خود وفا کرد. با گذشته هر روز می فهمم که بسیار تصمیم درست گرفتی. با شام کباب شامی آماده کنین. دوران بسیار خوش داره. می خواهیم با آرامش و مزه دهنش غذا بخوریم. آزاد از دیروز تا حالا چرا تغییر کرده علی؟ ای احمق تو را ترسانده. آزاد بچه جواب میتا مادر. دلیلش هم میگه که چرا زهرا را طلاق نداد. گپ بزن علی. بیادر ما زهرا را دوست دارم. آزادی کارا نکن، قربانت شوم. چرا با خاطر یک بیگانه بیدر خدا لط و کوب میکنی؟ بیگانه نه مادر، ملکه خانم ما میشه. زهرام دخترم گفته میشه. همه قدر تمثیل کافی است. زهرا حرکت کن، بریم. با قصر میریم. دوران لطفا اجازه بده چند دقیقه دگان پیشم باشه ای کار نکن. دوران صبر کن. اصرار نکن ملکه. زهرا خانم علی است و عروس ما. دیگه از این کارا منصرف شو. مادر دست مهلا کنی. ما هر کار انجام بدیم فایده نداره. قسمت ما تغییر نمیکنه. Düşlerimi töre çaldı. Gençliğimde gözüm kaldı. İçimdeki ince sızı. زهرا عقبه جان بس ملکه. بدترین درد چی است میفهمی؟ ای که وقتی امیدوار شوی امیدایت از بین بره. تو هرگز زهرا را از قصر بیرون کده نمیتونی. او را پیش شما نمیمانم. زهرا بیا دخترم، از موتر پایین شو، زود باش. پیش ما بیا. زهرا
Gözümdeki ince sızı یک رای دیگه پیدا میکنم تو را از او خانه میگیرم تو را در او خانه نمیمانم دخترم فهمیدی حتما میایم پیشت کمی صبر داشته باش دخترم تو کار درست انجام دادی Ben ceylandım تو را اونجا نمیمانم Gözümdeki هیچ تشویش نکن دخترم kan مقبوله uykusu درست است تشویش نکن داره زهرا دخترم biter mi bir? Ben ceylandım ağaca vurdum Gözümdeki kan uykusu Felek bana pusu kurdu نوجین مادر نوجین مادر آمدن Biter mi bir? شیر بچی ما تو دوباره خانواده ما را کنار هم جمع کردی دوباره به خانه خود خوش آمدی زمرد خوش باشه نوجین مادر عروس کوچک خوب فهمیدی که از این قصر بیرون شده نمیتونی آفرین به تو علی بعد از کاری که امروز انجام دادی تو را بخشیدم جوان زنده باشی مادر کلان یا ملکه اینجا بشین باز نشد بازم موفق شده نتونستم باز اونا برنده شدن آزاد برنده میشیم زهرا را از پیش اونا میگیریم دیگه کار به انجام دادن نمانده علی منصرف شد زهرا حامل است همگی خبر شدن کرمانی دختر ما بر من نمیتن زهرا را فرار میتیم ما تو و زهرا در خارج از کشور یک زندگی جدید آغاز میکنیم فهمیدی زهرا ها؟ فهمیدی که هیچ وقت از این مشکلات نجات نمیافی؟ ما درباره کل چیز فکر کردیم یک قسمت از سهم شرکت خودم میفروشم به خاطر که با پول ضرورت داریم خب درست است اما زهرا را از قصر چه قسم بیرون کنیم؟ ما بیرون نمیکنیم با این کار یک چند نفر میگیریم اونا کارای پاسپورت ما را حل میسازن و زهرا را از اینجا فرار میتن درست است اگه اون نفرها منصرف شوند اگه بفهمن که در این کار با دوران مقابل میشن شاید این کار نکنن منصرف نمیشن اگه ما با اونا توافق کنیم ملکه جان اونا کار ما را انجام میتن تو تشویش نکن جانم با تو وعده میتم که همه چیز خوب میشه درست است برادرای دوست داشتنیم آرمانلی هایم بیادرایم خواهرایم
بعد از این آرمانلی ها را به جایگاه اصلیش میرسانم. به خاطر شما از استانبول هنرمندای مشهور میارم. هموطنایم، آرمانلی هایم، قریه ما از استانبول، ازمیر، انقره چی فرق داره؟ به خاطر شما ما ابراهیم تاتلیس میارم. جیگولی میایا. دزم جهادوانم میارم. تمامشانه میارم. دیگر چی کنم؟ بله، بر طفلتان قلم رسامی، بازیچه و کتابچه میارم. البته بعد از این تمام قرطاسی اطفالتان میارم. تمام مصارفشان من میپردازم. قرطاسی و کل چیزشان میپردازم. تشویش نکنین، من میپردازم. راشد میپردازم. من خودم میپردازم. زنده باد رئیس، زنده باد رئیس، زنده باد، زنده باد. بعد از این مصارف شاگردا از طرف ما پرداخته میشه. با مدیرای مکتب تسلیم داده میشه. دلتان جمع باشه. زنده باد رئیس، زنده باد. تو دی وقت از کجا آمدی؟ موتر رئیس. موترت سرت بخوره. بگه پایم گوش بتین. مادرای ما گریه نخواد کردن، از اولادای خود جدا نمیشن. خواهر از خواهر خود جدا نمیشه. دخترها با مکتب میرن. رسم و رواج بیهوده از بین میره. وای بسم الله، اینجا چرا تیت است؟ زهرا تو خوب هستی؟ زهرا گریه نکن دختره، گریه نکن یک دانه. ملکه جانم، خوش آمدی. خوش باشی. آزاد خانه دیدم. علی از طلاق دادن منصرف شدن. متاسفانه بله. واقعا بسیار جگرخون شدم. کاش که میتونستم یک کار کنم. تو خوب هستی؟ خوب هستم. زینب، ما میریم. ما زهرا و آزاد به خارج از کشور میریم. چی؟ خیرت است آزاد. بازا مریض آوردیش. دیگه به چند محکمه سر میزنین. علی را تو منصرف ساختی. میفهمم، اما موفق نخواد شدی. راستش میخواستم در این ملاقات زیبا یک چایم بخوایم، اما ما باید کار کنم. مثل تو پشت کارهای ناخه نمیگیرم، به خاطر که یک شرکت باید رهبری کنم. او تو کس کم مصروفیتت کم میسازم. دوران خان، تمام سهم خدا از تو میگیرم. دیگه شریک نیستم. یک کار دیگه میکنم. درست است. البته آزاد. یعنی راستش در سایفقه پول نداریم. میفهمی که منتظر خرید مالا هستیم. دوران، ما بهتر از تو میفهم که در شرکت چه وقت مال میایه و چه وقت میره. یا مثل آدم الکو یا تو غلط درک کردی. چند قرارداد جدید گرفتیم. روش ما کمی تغییر کرده. پس هر قدر پول که در سایف است برات میتم، باقی شده طول روز برات پیدا میکنم. تشویش نکن، پولت نمیخورم. بگیر، یا هم چای لیمویت. تشکر میکنم. وقتی خبر شدم که راشد خان خدا کاندید کرده بسیار خوش شدم. در کالایم جای نمی شدم. دلم میخواست قو آواز بخوانم برات. همراه خود گفتم که برو تجارت را که چندین سال داشت تجربه داری دانه دانه برش تقدیم کن. مرا خندنت ولی از خدا. تو از کدام تجربه گپ میزنی؟ بچم، تو تا دیروز در قریه چوپانی نمیکدی؟ ها؟ تو را به گذشته ما چه غرض؟ در نتیجه هر دویش رهبری کردن گروز. مهمی است که تو چوپانی را مرا زیر دست خود اداره کنی کلوله.
خب حال بیبی کاندید محترم، یک بار طرف لباسی که پوشیدی سیل کو. تو باید از بنیاد تغییر کنی، از بنیاد صدقه شوام. آنه چی گفتی؟ چی گفتی از سر بنیاد خوب گوش کن. اول خوب بیبی ای رنگه دریشی هیچ برات نمیزه و یک دفعه بخیز ها بیبی ای رنگ هیچ برات نمیزه و چون ای رنگ تو را ضعیف و ناتوان نشان میده، در حالی که تو باید رنگای عالی و بسیار روشن بپوشی تا تو را قوی و صادق نشان بده. کاملا مثل نارنجی. گفتی نارنجی؟ بلی نارنجی. بیبی صدقه جوام، ما تو یک تیم میشیم، ما مشاوره رمه و تو چوپان میباشی با مفکوره های ما و گپای تو. هر دو که ما بسیار یک تیم قوی خواد شدیم. تو قده کرمانیای بزرگ هستی. همی که زهرا طفل خدا به دنیا آورد، باز کسی ما را شکست دادن نمیتونه. خواهر معامله است؟ ما خیش نمیفهمم ملکه. وقتی که در مقابلتان کرمانیا قرار داشته باشه باید با تشویشتان باشم، بخصوص که دوران باشه. حق با توست، راست میگی، اما ما دیگه چاره ای نداریم. بیبی هرچی میکنم زهرا را گرفته نمیتونم، نجات داده نمیتونم. شاید به زودی مردم از حامله بودنش خبر شون. به هر قیمتی که باشه من اجازه نمیتم که زهرا و طفله به دنیا بیاره. ما باید از اینجا بریم. مثل یک قرارداد. پول باقی مانده را به حساب بانکیت انتقال میدم. کارهای دیگهش آسان است. او را من حل میکنم. درست است. آرون، بسیار پشت دق شده بودم. من پشتت زیاد دق شده بودم. مکتب چطور مگذره؟ کتابچه های طبی بینم؟ کتابچه هم در خانه است. اینا را از خانه بر تو آوردم. کونه شده اما فرق نمیکنه. ما دیگه با اینا بازی کردن نمیتونیم ایلیف جان. تو نی طفلک بازی میکنه خواهر جان. نظر به این معلومات شناسنامه و پاسپورت ساخته میشه. دختری که از خانه کرمانیا فرار میتیممیست؟ بله، نامش زهرا است. من منتظر شما می باشم. جایی که گفته شده زهرا را امونجا میاره. در ضمن شناسنامه و پاسپورت قبل از این کار ضرورت داره. هر وقت که تو خواسته باشی از طفلت مواظبت میکنم. حارق دادنشم یاد دارم. یک قسم گرفته آیسته آیسته در پشتش میزنم. اگه خواستی استراحت کنه سر پای خود انداخته، یک قسم شور میتمش تا گیریش آرام شوه. ایلیف بس هست. خب کتابای قصرم بر شورام میخوانم. نخیر، ما آیسته میخوانم. بهتر است که تو بخوانی. مثل که با من میخواندی بابام همه قسم بخوان. 1
پاسپورت و شناسنامه تا فردا آماده میشه. ازم یاله تیکت جایی را که میخواین برین بگیرین. این نصف پول است. دیگه وقتی که زهرا را آوردین باز تسلیمتان میکنم. باید همه قسم میشد علی. اگه به سر تو بدبختیام نمی آمد بازم باید ای کارم میکدی. به زودی همه چیز تغییر میخوره باز میبینی. در قصر قیامت برپا میشه. از این که تصمیم درست گرفتی بسیار خوش شدم علی. با تصمیم امروز خود تو فقط صاحب طفل و خانم خود نشدی بلکه رسم و رواج مارام رعایت کردی بچی. سر از فردا تو با دوران شرکت برو، دکانها را صاحب شو، با تحصیلاتت ادامه بده. بعد از این مسیر زندگی خود بساز. با خانواده و طفل خود یک آینده خوب بساز. کوشش کو که هر چیز بفهمی. تو رئیس خانواده هستی. قلبت بخواه یا نخواه بچین، زهرا خانم نکاح شده و مادر طفل تو است. طلاق دادن از مغزت پاک کو. فهمیدی؟ چرا مرا به این مشکل مواجه ساختی علی؟ طرفم حبیبی. حالت بشنو زهرا. با ما وعده نداده بودی علی؟ برام نگفته بودی که طلاق میگیری و نجات میافی؟ ها بگو. چرا خیالات را که پورا نمی ساختی برام گفتی؟ چرا مرا امیدوار ساختی؟ فکر میکنم تو هیچ وجدان نداری علی. هیچ دلت برام نسوخت ها؟ بگو. فردا شناسنامه و پاسپورت جدید زهرا به ما میرسه. ما امروز سکتار هم میگیرم ملکه. درست است. خب او آدم و زهرا را چه قسم از قصر فرار بتند؟ هر جای خود محافظ است. ما کل چیزا براشان گفتم. تمام راههای دخولی و خروجی را که کی در کجا می باشه تمامشان گفتم. فردا زهرا را در خانه تابستانی میارن. ما از اونجا باز برای خود ادامه میدیم. زود به تعقیبتان بیرون خواهد شدن. شما با جای قدم میمانند که هرگز راه برگشت نمی داشته باشن. دیگه کدام راه نداریم. تا فردا باید به زهرام خبر داده برش بگوییم که آماده شو. با گرفتنت میان این کار چه قسم انجام بدیم؟ راست گفتی. باید کسی را انتخاب کنیم که سرش کسی شک نکنه. جواب بده علی. تو وعده نکرده بودی؟ برام نگفته بودی که از این دوزخ نجات میافی؟ تو نمیفهمید که تو قسم یک انسان هستی. هیچ وقت عاشقت نمیشد علی. میفهمی تو از جمشید هیچ فرق نداری.
کاش تو بجای سالها از بین میرفتی. کاش تو میمردی علی. چی شد؟ آزاد همراه 2 نفر ملاقات کرد خان صاحب. پولی که برش دادین به اونا داد. چون از پیششان دور بودم نتانستم که گپایشان گوش کنم، اما از فرار گپ می زدن. اونا حتما فرار میکنن. آزاده کنار باند. ملکه را تعقیب کن. فهمیدم خان صاحب. عجله کن. تا وقتی که آزاد باشه ملکه با ما بله نمیگه. آزاد باید از سر راه پس شود. بیادر چی شده؟ درباره چی گپ میزنی؟ آرام باش باشیم. برو بشی. هارون بالای تو شک کرده. امروز درباره تو ازم میپرسید. چی سوال کرد بیادر؟ با نظر تو چرا شکی شده؟ چی بفهم علی؟ امروز اسلحه داشت. گفتم خیریت است، هیچ برم جواب نداد. مشکل اون نیست. او آدم هر روز با قصر ما داخل و بیرون میشه. ما با تشویش تو هستم علی. حالا چی خود کردیم بیادر؟ تو باید بر یک مدت از این قصر دور باشی. اگه او خبر شوه ما هم تو را نجات دادن نمیتونم. جای پیدا کردم. خانه تابستانی است نه؟ میخوایم اونجا برم. با مادر کلانو میگم که ما چند روز اونجا میباشم. برای چند وقت اونجا پنهان میشم، هیچ کس هم نمیفهمم. بیبی علی، او آدم دا آتش انتقام بیادرش میسوزه. اگه از تو خبر شوه یک لازم تو را نمیمانه. فردا انتقالات است. مالا را از گدام با موتر جا با جا میکنیم. تو برو با نجین مادر بگو که ما میخوایم مسئولیت انتقالات بگیرم. ما هم هارون فریب میتیم. چی نظر داری؟ درست است بیادر. این کارم میکنم. آفرین. به خاطر تمام کمکای تشکر میکنم زینب. هیچ فکر نمیکردم که پشت کدام هارمانی دق شوم، اما از اینکه تو را اینجا تنها میمانم بسیار متاسف هستم. من پشت شما زیاد میشم. انشالله خبرهای خوشتان برم میرسه. دلم هیچ به تنها ماندن تو راضی نیست، اما تشویش نکو. ما عادت کردیم. راستی خانواده تو کجا هستن؟ گفتی از این شهر هستی؟ مادر دمی شهر است؟ وقتی که من خورد بودم پدرم خانه را ترک کرده رفت. ای که زنده است یا نیست از او هیچ معلومات ندارم. و مادرت؟ او هم اینجاست. بسیار خوب است، پس تنها نمیمونی. شاید همراه او به زندگی ادامه بدی. انسان وقت مادر خود عزیز بته قدرش هم میفهمه. میگی کاش که زنده باشه تا همیشه همراهی وقت خود سپری کنم. اگر بزرگترین بدی رام در حقت انجام داده باشه بازم میتونی ببخشی، مادر است دیگه. میگی همی که در کنارم باشه صدای شبش نوام دست شب و بوسم کافی است.
تو همراهش خوش باش. زهرا، نوجین مادر گفت تمام اینا رو باید بخوری. حداقل یکی دو لقمه خو بخو. مریض خواد شدی. اگه با نخوردن ادامه بدی ضعیف خواد شدی. بگی دخترم، دهن خدا باز کن. دیگه کسی نیست که مالای ما را ببره؟ علی هنوز بلد نیست. اونجا چی خود کرد؟ کار نمیکنه خانم کاکا. مالا را تسلیم کردم یایه. کار مشکل نیست، تشویش نکنین. اما اونجا بسیار خطرناک است. آف مادر، من خودم خواستم که اونجا برم. از اینکه کار شروع کردم میخوایم کمک کنم. نترسین، مرا هیچ چیز نمیشه. نیاز نیست که با من فکر کنین، متوجه می باشم. علی دیگه طفل نیست، زمر و دروس. او حال بزرگ شده. بزودی پدر میشه. آفرین بچین. مثل پدرت جسور و پرکار باش علی جان. با دوران خان یک جا شده شان و شهرت کرمانیا را زیاد بسازیم. شما هرچی عاجل آمادگی عروسی را بگیریم. با زودترین فرصت آمادگی نکاح دوران و لیلا را بگیریم. تازه نامزد شده مادر کلان. چرا عجله دارین؟ فقط از آتش محاله فرار میتیم. منتظر بودن چی ضرورت است؟ یا که کدام مفکوره دیگه داری؟ نه خیر مادر، چیزی نیست. شما تشویش نکنید. من سر از فردا آمادگی ها را شروع میکنم. یک عروسی که لایق شان خانه کرمانیا باشه همیشه به یادشان بانه مادر جان. ضرور نیست بزرگ باشه. در بین خانواده میگیریم بس. مادرت راست میگه بچیم. یک قسم عروسی بدون شان و شوکت به ما نمیزیبه. عروسی ما حداقل باید 7 شب روز باشه. تمام قوم ما میایند. اگه من خانستم باید گپ ما قبول شود. محفله نمیخوایم. بین خانواده درست است. سبحان الله. وسایلام جمع کردم. درباره چی فکر میکنی آزاد؟ درباره ای که به زهرا چه قسم خبر بدیم. کلگی متوجه ما هستن. ما به قصر داخل شده نمیتونیم و زهرا از قصر بیرون شده نمیتونه. فکر کنم من میفهمم که چه قسم برش خبر بدیم. زهرا، حداقل یک لقمه خو بخو. اگه نه مریض میشی دخترم. خدای نخواسته اگه مریض شوی باز چی خواد کردی؟ حداقل به خاطر ما بخو. حالا که نمیخوایی بخوری درست است. صبح برات کلچه بریان پخته میکنم، باز بخور درست است. بیازو دیگه لازم نیست. همه چیز خلاص شد. نجات یافتم، همه نیست. زهرا جان،
هنوزمو در بطن تو است. حتی چند لحظه پیش من صدای قلبش شنیدم. چوب باش دیگه. توقف کن دیگه. نتب. ایلیف، استاد ملکه؟ جانم، چی حال داری؟ خوب هستم. دیروز استاد امتحان گرفت، نمره پورا گرفتم. آفرین به تو. تو هم مثل خواهرت یک شاگرد لایق هستی. ایلیف جان، ما از تو یک چیز میخوایم، با او خاطر اینجا آمدیم. ما ایره باید به زهرا خواهرت بتم. میشه به خاطر ما تا قصر رفته ایره به زهرا بتی؟ واقعا بسیار مهم است، اما نباید به کسی بگویی یا نشان بتی. فهمیده شد؟ بسیار مهم است. درست است، تشکر میکنم. زهرا دختریم، تو خوب هستی؟ دختریم بیا که بیرون بریم، اینجا خسته شدی، هوای تازه بگی. دزم چند دقیقه بعد نوجین مادرم به اتاق خود میره. دختریم باز به مادرت زنگ میزنیم، گپ بزن تا راحت شوی. درست است؟ با مادرم دیگه زنگ نزنی. هوش کنین دیگه هیچ وقت زنگ نزنی. تو چرا آمدی؟ چرا هر روز اینجا میایی؟ تو دیگه کار نداری؟ پیش خواهرم میرم. دیروز خودیدیش. اما امروز کارخانگی دارم، از خواهرم میپرسم. برو از استادت بپرس. استاد ما گفت که در خانه انجام بتین. اجازه بده تا خواهر خود ببینه خانم هدیه. دزم دیدن ایلیف و زهرام خوب است. بیچاره نیم میخوره و نیم مینوشه، پریشان است. وقتی گرسنه شد میخوره. به خاطر غذا خوردن باید هر روز کسی را ببینه؟ باز چی شده؟ نوجین مادر کلان میخوایم خواهرم ببینم اما اجازه نمیتن. هر وقت که دلش شد میایه مادر. اینجا را هتل فکر کرده. کارخانگی ما به تنهایی انجام دادن نمیتونم، از خواهرم میپرسم. عروس کوچک بگو که بیایه که خواهر خود ببینه. درست است نوجین مادر. خوش آمدین خان صاحب. موتر کارخانه را که گفته بود این آماده است، مالایش هم تکمیل است. خوب است. ایره بگی پنهان کو کسی نبینه. به چشم خان صاحب.
خطت بسیار مقبول است، مثل گل. استاد ما میگه خطت بسیار خوبش است. دخترا بگیرین بنوشین تا ذهنتان باز شود. درست است؟ بسیار مزه دارد، دستتان درد نکنه. نوش جانت. سوالای تا حال خلاص نشده؟ نشده. خواهر یوم است. اگه گیر آمدی ما رو نمیشناسی. تشویش نکن. ای کم است. یه قسم توافق نکرده بودیم. باقیش بعد از آوردن زهرا میگیری. هر قسم تو بخوایی. اگه پول نیاری زهرا رو بردن نمیتونی. زود باش، وقت زای نساز کار خانگی تا خلاص کن. نوشتکده دستم شخ شد. استاد ما میگه تفریق کنین. دختر احمق، کمی متوجه باش. معذرت میخوایم، ناخواسته شد. ناخواسته شد؟ کدام کارت درست است ها؟ ایلیف، نامه کجاست؟ برم نشان بده. در عکسم است. بیگی خواهر. مثل اصلی شده. آدمای عرفایی هستن ملکه. همین که زهرارم سعی و سلامت از قصر بیرون کنیم قلبم راحت میشه. انشالله. تمام پول اونا را ندادم. دوران پول باقی را در حسابم جمع میکنه. پول اونا را بعد از گرفتن زهرا میتیم. درست است؟ درست است. بفرمایین. استاد ملکه نامه را به خواهرم دادم. درست است. کس خو ندید نه ایلیف جان؟ نه خیر، کسی ندید. شاید خواهرم تا حالا خوانده باشه. درست است. زنده باشی جانم. ایلیف نامه را به زهرا داده. حتما حال زهرا خوش است. دختر قندم، امشب برای همیشه به یک دیگه خود میرسیم. همراه آزاد به خارج از کشور میریم. افراد ما نیمه شب را گرفته پیش ما میارن دختره. خدایا هزار بار شکرت. امشب از این زندان نجات میافم. سفر خوش داشته باشه. زنده باشن خان صاحب. زنده باشی بیادر. خدا خیرت بده. حالا دیگه شیر باشه. سفر خوش. بخیر به بری. خاطر همه چیز تشکر میکنم بیادر. خواهش میکنم باشه. میخواستم نگو. ما هم بیادرت گفته میشم. مثل آزاد بیادرت تو را در نیمه را نمیمانم. تشویش نکن. زنده باشی بیادر. برو بخیر. خدا نگهدار بیادر. امرای ما بیا. زهرا از امیاله بی صبرانه منتظر شب است. البته حتما زیاد خوش شده. خان صاحب من نسیم هستم. بگو نسیم میشنو.
چیه پس؟ علی را میگم امروز به انتقالات که رفته بود محترم آده مخادره است خان صاحب. مطمئن هستی نسیم؟ اگه گیر بیای سرش هم میبرن. خواستی میگه با خودتان بگویم. درست است نسیم، زنده باشی. آفرین والا، خوب تمثیل کردی. زنده باشین خان صاحب. ببینم که حالا چی خواد کردی آزاد. یادارت نجات میتی یا زهرا را؟ موبایلت جوابت علی. چی شده؟ علی در مشکل است ملکه. باید قبل از رسیدن در مرز او را پیدا کنم. اما ما امشب میریم، رسیده نمیتونی. من میرسم، تو تشویش نکن ملکه. کسی دیگر روان کن، تو نرو آزاد. چطور کسی دیگر را روان کنم ملکه؟ علی بیادرم است. چی میگی او را تنها بانم؟ بدون خبر شدن کسی لباسهایت آماده بساز. نیم شب ده حولی رفته، منتظر نفرا باش. بعد از خواندن نامه را پاره کرده دور بنداز. درست است؟ بسیار دوستت دارم. ما حتما میرسم. تا نیمای شب اونجا میرسم، تو تشویش نکن. درست است، اما اگه کدام مشکل پیش شود رسیده نتانی باز چی خواهد شد؟ اگه میاله برام میرسم. با بحث کردن وقت از دست ندین. در کار یک خیر است. فکر نکنم از علی به کس خیر برسه. بر صورت ما رفتم، خداحافظ. آزاد درست است، اما ما پول چه قسم بگیرم؟ تا تو نباشی پول خو بر من نمیتن. ما برشان گفتیم تو تشویش نکن. اما چیز خوب میشه جانم. درست است. هر بار باید یک مشکل پیدا شه و هر بار باید پریشان شویم. درست است ملکه جان، آرام باش. بیا زمرد، بیا. فاطمه به تو هم قهوه آماده کنه. نه خیر مادر جان، نمی نوشم. با خود یک مصروفیت یافتی زمرد. خوب است. ها، به نواسی خود می بافم. جنسیتش نمی فهمی؟ کدام رنگ می بافی؟ یکی گلابی و یکی هم آبی می بافم. اما قلب میره میگه که بچه است. نسل کرمانیا را علی دوام میته. با کارم شروع کرده. از خانواده و از خانم خود حفاظت خواد کرد. همگی ما را متعجب خواد ساخت، باز خواد دیدیم. انشالله. بله، آزاد خان به ما گفت پولا را باید به شما بتیم، اما مبلغ را که میگین تا حسابتان نیست. چطور؟ کدام اشتباه نشده باشه؟ نه خیر، بررسی کردم مبلغ را که شما گفتین فقط نصف او در حسابتان است. چی کنم؟
بگوین همه قدر پول میگیرین خانم ملکه؟ بله، هر قدر پول که در حساب است میخوایم. درست است. او زن باز خوب شده. به نظر خود مرا تهدید میکنه. کی را میگین هدیه خانم؟ دیگه کی باشه زمرد. دوران خان شده همراش بسیار بخیلی میکنه. آزاد ختم شد، حالا میخواه رای علی را صاف بسازه. خب حالا میخواین چی کنین؟ چی بفهمم؟ حالا چایم نمی نوشه. اگه عقلش به سرش بیایه هیچ کس مانع زمرد شده نمیتونه. به خاطر دور ساختن دوران از خان بودن هر کاری را انجام خواهد داد. ملکه؟ اوف، چی شد جانم؟ پول گرفته تونستی؟ دوران نصف پول گرفته. چرا؟ من چی بفهمم که چرا؟ اوف، بازاد زنگ زدم به خاطر خبر دادن موبایلش خاموش است. من چی خواد کردم؟ شاید درا باشه که موبایلش کار نمیکنه. امکان داره. اگه اون نفرا بگین پول کم است و زهرا را نتن، باز او وقت من چی خواد کردم؟ زهرا را چه قسم بگیرم؟ همه چیز بر هم میخوره. تو چی میکنی زینب؟ زیاد ارزش نداره، ایران بگه بده. زینب من این قبول کردن نمیتونم. میخوایم در نجات دادن زهرا مام نقش داشته باشم. لازم هدف آمدن ما کمک کردن به عروسای کوچک است. این یک چانس است برای ملکه. حتی من خو میگم که ایران بگی. زنده باشی. زهرا، هر غذایی که دلت میشه برام بگو، من برات آماده میکنم. نه خیر خاله فاطمه، همی برم کافی است. دیدی فاطمه؟ من برات گفته بودم وقتی که گرسنه نشد میخوره. خدا را شکر. خب دیگه بخو دختره. آفرین. آزاد، امیال علی شانه پیدا کردم. چند دقیقه علی را از موتر پایین میکنم. درست است، اما فکر نکنم تا نیم شب رسیده بتانی. کوشش میکنم که برسم، اما اگر رسیده نتانستم منتظر من نباشین بریم. من از پشتتون بیایم. درست است. ما پول از بانک. بله 4 چتون باید امیال خلاص میشد. بله آزاد. چی شد؟ قطع شد. شماره مورد نظر خاموش می باشه. حالی هم خاموش است. علی را پیدا کرده، کوشش داره از موتر پایینش کنه. انشالله.
سفر خوش داشته باشید. بله چی کردین؟ مالا را از مرز تیر کردین؟ بله خان صاحب، میخواستم بهتان خبر بدم. آزاده تعقیبتان است؟ بله خان صاحب، قسمه که عدس میزدیم. خداحافظ. مصطفی بیادر، اگه به این صورت بریم قبل از وقت مالا را برشون تسلیم خود کردیم. شب بخیر. میخواستم براتان یک گزارش بدم درباره قاچاق مواد مخدر به عراق. بیادر به این موتر رابطه که تیر شود. موتر توقف بده، توقف بده. بیادر باز کن عقب موتر را باز کن. علی بیادر تو اینجا چی میکنی؟ چی گپ شده بیادر؟ برام بگو. من نمیفهم که تو را چی شده. تو اینجا چی میکنی احمق؟ بیادر هر چیز را که میپالی بگو که یک جایی بپالیم. مواد مخدر. چی؟ گفتی مواد مخدر؟ خدا لعنت کنه. بیادر قسم میخورم نمیفهمیدم که مواد مخدر است. بیادر حالا چی خود کردیم؟
نوجین مادر برات میوه روان کرد. تشکر میکنم خاله فاطمه، من میخورم. زهرا چرا تو هنوز لباس خوابته نپوشیدی؟ بپوش تا راحت تر شوی دختریم. شب بخیر یک دانیم. شب شما. بیشتر از اینجا منتظر بودن معنا نداره. شاید آزاد مستقیم در محل ملاقات رفته. انشالله کم قسم است ملکه. کاش که ما تا محل حرکتم رایتان میرفتم. امی که آزاد خانه میدیدم راحت میشدم. تو به اندازه کافی خود به خاطر ما در خطر انداختی. بعد از این دیگه خود میدامم ایتام. متوجه خود باش لطفا. تو هم ملکه، به خدا می سپارمتان. مامتره به خدا میسپارم زینب. استراحت کردی عروس کوچک؟ کوشش میکردم بخوابم. ایره بنوش باز استراحت کن. نوجین مادر کلان من همیاله میوه خوردم. ایره پسان می نوشم. کمپل چرا؟ تا سر خود کش کردی؟ سرما خوردی؟ توبه توبه، اما هوا خو سرد نیست؟ مریض هستی یا که تب داری؟ نه تبم نداری. من خوب هستم نوجین مادر کلان، امی قسم راحت هستم. بخواب دخترم. وقت شکمت کلان شد باز به بسیار مشکل میخوابی. میفهمی درباره صحتت به تشویشت بودم دخترم. همی که شب سر میز آمده غذا خوردی شکمت تسیر کردی، دلم کاملا راحت شد. میفهمم نوجین مادر کلان، باید خوب تغذیه شوم. آفرین آفرین. مادر بودن همه قسم یک چیز است. اگه اشتیام نداشته باشی بازم به خاطر طفل خود باید بخوری. ای بعد از عادت خود کردی.